رسول بوقیف یکی از خوشنامترین ورزشگران معاصر تاجیک روز 29 سپتامبر سال 2022 به سن 40 رسید. رسول بوقیف برنده مدال برنجی المپیاد سال 2008 در پکین، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان اوید و جودو در سال 2007 در ریو دی ژانیرو، غالب جام جهان در سالهای 2007، 2010، 2011 و 2012، چمپیون روسیه در سال 2009 می باشد. او استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان اوید و گشتین قرش و جودو، استاد ورزش درجه بین المللی از نمود المپی جودو، قرش، سامبو، گشتینگیری، یکی از 4 مدال آور بازی‌های المپی در تاریخ تاجیکستان، حالا در روسیه زندگی دارد. محمد رازق نعمتوف، شورای شناخته ورزش و مسئول گروه تاجیک سپورت در فیسبوک، رسول بوقیف را سردفتر و پیر گشتین جودو تاجیک نامید. بوقیف رسول خداینظرویچ 29 سپتامبر سال 1982 در شهرک سامانیان نویه رودکی تولد شده است. از سال 2004 مربی مکتب مخصوص ورزشی اوید به جودوی نویه رودکی، نوزکوهای گشتی ملی و جودو را از پدرش مربی خدمت نشان داده ورزش اتحاد شوروی بوقیف خداینظر آموخته است. چمپیون چند کراته تاجیکستان اوید به گشتی جودو و سامبو، قرش و کشتیگیری، شرکت‌دار چمپیونات‌های آسیا، جهان و بازی‌های المپی سال 2003 در بازی‌های پنجم آسیای مرکزی در بخش گشتین جودو صاحب جای دوم و در کشتی ملی خورش سزاوار جای اول و مدال طلا گشت. سال 2005 در چمپیونات آسیا در شهر تاشکند در بخش کشتی جودو صاحب مدال برنجی و در کشتی ملی چمپیون جهان شد. خود همان سال در مسابقه بین المللی فدراسیون روسیه غالب آمده مدال طلا گرفت. سال 2006 در مسابقه جام افتخاری جهان سزاوار جای دوم و مدال نقره در مسابقه های بین المللی ایتالیا و قزاقستان صاحب جای یکم و مدال طلا گردید. در بازی های آسیا در بخش کشتی جودو مدال برنجی و در چمپیونات آسیا مدال نقره را صاحب شد. سال 2007 در مسابقه جام جهان در برزیل سزاوار جای سوم و مدال برنجی گشته برای اشتراک در بازی‌های المپی پکین راه خط گرفت. سال 2008 در بازی‌های المپی پکین در بخش کشتی جودو صاحب جای سوم و مدال برنجی گردید. چمپیون فدراسیون روسیه اوید به کشتی جودو، غالب جام جهان در دولت تونس، شهر قاهره مصر و شهر بخارست جمهوری رومانیا در سال 2011، شرکت‌دار بازی‌های المپی در شهر لندن سال 2012.